الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، پیش از آنی که صحبت را آغاز نماییم بیایید یک نوار کوتاه میبینیم. Они монстры. Мы их не видим, я их не вижу. Мы сражаемся с призраками. Я не хочу умирать. Я видел, как мои друзья умирали на моих глазах. Ицхак, пожалуйста. Без флота и истребителей мы их не победим. Не сможем продвинуться даже с нашими танками. Им нечего терять. Со всеми нашими танками и орудиями мы по-прежнему ничего не можем сделать. Я хочу покинуть это место. Успокойся и слушай. Не успокаивай меня. Ты не видел того, что видел я. Я умоляю тебя. Я хочу уйти отсюда сейчас же. دوستان عزیز، شاید بعضی از شما این نوار رو از شبکه‌های اینترنت دیده باشند. این در روزهای اخیر در شبکه اینترنت بسیار پخش شد و بسیارا میپرسند که آیا امروز در غزه ملائکه ها یعنی فرشته ها نازل شدند و همراه مجاهدین جنگ کرده ایستادند؟ از این نوارها دیده انسان ها بسیار سوال میکنند. بیایید پیش از آنکه به این سوال جواب گردانیم قرآن و سنت را، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینیم که الله چی گفته است و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند. خداوند در سوره انفال آیه 9 میفرماید: اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین. یعنی الله در این آیت گفته ایستاده است که شما به یاد بیارید روز جنگ بدر را. وقتی جنگ بدر که سال 2 هجری شده بود، عدد صحابه ها بسیار کم بود و عدد مشرکان 3 برابر مسلمان ها بود. عدد مسلمان ها 313 نفر بود، اما عدد مشرکان تقریبا 1000 نفر بودند. وقتی آنها جنگ میکنند، پیش از جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم و در وقت جنگ پیامبر صلی الله علیه و سلم دستان خود را برداشته بسیار دعا میکنند، از الله حق سبحانه و تعالی دعا میکنند که پروردگارا نصرت ده ما را. و الله حق سبحانه و تعالی میگوید در این آیت گفته ایستاده است که شما جنگ بدر را به یاد بیارید که از الله حق سبحانه و تعالی شما یاری میجستید، کمک میجستید از الله حق سبحانه و تعالی و پروردگارتان برای شما ملائکه ها را فرود آورد، ملائکه ها را نازل کرد. مردفین پای در پای 1000 نفر میگوید من ملائکه فرستادم. و در سوره آل عمران میبینیم که الله حق سبحانه و تعالی همچنین جنگ بدر را وصف کرده. الله میگوید: اذ تقول للمؤمنین الا یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3000 من الملائکة منزلین. باز الله گفته ایستاده است که شما به یاد بیارید جنگ بدر را که الله سبحانه و تعالی برای شما 3000 فرشته فرستاد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته ایستاده است که شما صحابه ها را یادرس کنید که الله سبحانه و تعالی برای آنها 3000 ملائکه فرستاد. و در دوام آیات الله سبحانه و تعالی میگوید: بله ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکة مسومین. الله میگوید بله، وقتی شما اگر در راه الله صبر میکنید، وقتی از الله سبحانه و تعالی تقوا میکنید، الله سبحانه و تعالی شما را نه به 1000 نفر و 3000 نفر بلکه با 5000 ملائکه الله شما را نصرت میدهد. ببینید در جنگ بدر بود. در جنگ احد وقتی صحابه ها این سال 3 هجری بود، صحابه ها عدد صحابه ها تقریبا 1000 نفر بود، اما عدد مشرکا 3000 نفر بود. بعضی از منافقا در این لحظه از فرصت استفاده برده 300 نفر منافق از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه دست کشیده برگشتند. عدد صحابه 700 نفر باقی ماند. 300 نفر منافق رفتند، 700 نفر مقابل 3000 نفر. الله سبحانه و تعالی در اینجا هم با ملائکه نصرت داد. وقتی بسیار جنگ سخت می شود و بعضی از صحابه ها پیامبر صلی الله علیه و سلم را نافرمانی میکنند و با سبب یک نافرمانی شکست میخورند، الله سبحانه و تعالی برای حفظ کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای نگاه داشتن محافظت کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرشته ها را میفرستاند. در صحیح مسلم روایت شده است که از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه میگویند که روز جنگ احد بود که
من به پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی نظر میکردم از طرف راستشان یک فرشته رو میدیدم، از طرف چپشان یک فرشته رو میدیدم. یک نفری بود که بسیار سفید و نورانی بود از طرف راست و از طرف چپ. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن این جبرئیل و میکائیل بود که مرا محافظت میکرد. و همچنین در جنگ حنین هم سال 8 هجری شده بود که عدد مسلمان ها کم بود، خیلی کم بود نسبت از مشرکا. الله حق سبحانه و تعالی لشکرهای فرستاد که چنانه که در آیت آمده است و انزل جنودا لم تروها، و من یک لشکرهای فرستادم که شما آنها را دیدن نمیتوانید. از این آیت ها و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم معلوم شد که وقتی یک طایفه اگرچند که کم باشند هم، اگرچند که اسلحه و تیر و تفنگی یک نوع چیز داشته باشند هم، اگر به الله حق سبحانه و تعالی توکل کنند و از او بترسند و در راه او استوار بایستند، الله حق سبحانه و تعالی حتما آنها را نصرت میدهد و پیروزی میدهد و فرشته های میفرستاند که همراه آنها چیکار میکنند؟ جنگ میکنند. و ببینید از این نواری که ما دیدیم معلوم شد که چگونه تمام قوه های غربی با تمام سلاح هایشان گویا به اهل غزه تمام عالمیان جمع شده جنگ کرده ایستادند. طول 100 روز یا بیشتر بر مقابل یک طایفه کم از مؤمنای صادقای مخلص استوار جنگ کرده ایستادند با تمام قوه نیروها. ولی این طایفه مردم وقتی صبر کردند، وقتی استوار ایستادند، حتما ببینید که الله سبحانه و تعالی امروز نصرت داده ایستاده است. آنها با تانک های چند میلیونه میگویند که این آخرین تکنولوژی که امروز در جنگ رسیده است. میگویند با همه کامره های 360 درجه آن تانک ها مجهز شده است. ولی ببینید که میگویند که حتی تیر نمیگذارد، میگویند ولی در یک لحظه کوتاه پاره پاره شده ایستاده است. و همه این هم یقینا یکی از کرامات هایی که خداوند به آنها داده است. دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی به آنها نصرت و پیروزی بخشد و آنها را همیشه در راه خودش ثابت قدم و استوار بگرداند.